رمانی در نقد سیاست و مذهب، رمانی انتقادی، اجتماعی و واقع‌گرایانه از نویسنده اسپانیایی به نام ویسنت بلاسکو ایوانز. این رمان شخصیت اصلی داره به نام گابریل همونطور که از اسم رمان پیداست زیر سایه کلیسای جامع بزرگ شده، اونجا پرورش یافته و آینده خیلی درخشانی هم داره. اما یه اما وجود داره، اون تصمیم میگیره از کلیسا بیرون بیاد، دنیای بیرون رو ببینه و با زندگی واقعی آشنا بشه. در رمان شخصیت‌هایی هستند که در همین کلیسای جامع وجود دارند و البته نماینده اقشار مختلف جامعه. توی این رمان با مشکلاتی که این اقشار روبرو هستن رو مواجه میشیم و البته گابریل بعد از سالها رنج که در دنیای بیرون داشته برمیگرده، به سایه کلیسای جامع پناه میبره و حالا آنچه که آموخته میخواد به بقیه یاد بده و به شکلی باهاشون به اشتراک بذاره تا بتونه اونها رو هم آگاه کنه. اما نمیدونیم که آیا این آگاهی به نفع اونهاست یا به ضررشون. این رمان گرچه کلاسیکه اما خیلی راحت قابل تامین به زندگی کنونی و مدرن ماست. این اثر از انتشارات قصه باران ترجمه پرستو جهانبین منتشر شده و از همه کتابفروشی‌های معتبر قابل تهیه و سفارش است.